هنوزم شاید عده‌ای بگن که آقا این حرفای اینها شاید حرفای بعضیا باشه، حرفای آخوندا باشه، حرفای بعضی آدمای افراطی باشه، اینا کارایی نیستن، نمیدونم اوضاع علمیه و مراجع اعزام و نمیدونم مقام معظم رهبری و اینا گفتن که نه شیعه و سنی برادرن و فلانن. الان وقتی شما بخواید هر دینی هر مذهبی رو بخواید بررسی بکنید، میرید به سراغ چی؟ به سراغ مصادرشون. مثلا بخواید مسیحیت رو مطالعه بکنید، میرید به سراغ انجیل. بخواید یهودیت رو مطالعه بکنید، میرید به سراغ تورات. کسی بخواد اسلام رو مطالعه بکنه، میره به سراغ قرآن و سنت. هر دینی، هر مذهبی، میخواید اعتقادات کمونیسم رو مثلا بررسی بکنید، میرید به سراغ کسایی که این مفکوره رو، این نظریه رو به اصطلاح نوشتن در کتاب ها، در این مصادر فکری یک ایدئولوژی رو میرید بررسی میکنید تا با اون آشنا بشید. بیایید واقعا ببینیم که آیا مصادر اصلی اینها، کتب اصلی اینها که همین اعتقادات امامت و ولایت و عصمت و اینها از اونجا نشأت گرفته، سرچشمه گرفته، نظرشون در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ بعد ببینیم که آیا واقعا اینها راست میگن؟ آیا در ادعای وحدتشون بین امت اسلامی اینا صادق هستن؟ یا نه این کار همین 4-5 نفری که میگن اینا هستن که این حرفا رو میزنن، ما شیعیان که این مشکلات رو نداریم. بیاید میریم سراغ مصادر اصلی اینها. اول اینکه یک کلیپی رو پخش میکنم، یک شیعه پاسخ داده واقعا، چون بعضی از دوستان یعنی میگن که شما میگید که ما با همه شیعیان مشکل نداریم. بله، من هنوزم اعتقادم همین است که ما با همه شیعیان مشکل نداریم، چون خیلی از شیعیان هستن که با این لعن، با این نفرین، با این دروغ‌ها، با این تهمت‌ها مخالفن و این بیچاره‌ها از مصادر و از اصول دینشان خبر ندارن، از کتابهاشون خبر ندارن. اگر خبر بشن باور بکنید که این دین رو رها میکنن، میان به دین اسلام و به دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به اسلام باقی میپیوندن. منتها خبر ندارن، از مصادرشون خبر ندارن. دلاشون پاک است، واقعا به صحابه احترام دارن، به اهل بیت احترام دارن، محبت دارن. اما متاسفانه امروز نمایندگی از همه شیعیان جهان این یک مشت طولسک هایی که امروز در حوزه ها و در مدارس و در اینجا حاکم هستند و سخنگوی شیعه هستند، اینها میان نمایندگی میکنن از عموم شیعیان. این کلیپ رو با هم ببینیم. سلام علیکم، خوشحالم. ای ابابک ای لعین حق باز، میکنم لعنت به تو در هر نماز. ما شیعه ها ادعا میکنیم مذهبمون مذهب جعفریه و رئیس مذهبمون هم امام جعفر صادقه. میخوام براتون یه نکته رو اینجا بخونم. مادر امام جعفر صادق فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابوبکره. نکته جالبش اینجاست که مادر فروه اسما دختر عبدالرحمن ابن ابوبکره، یعنی فروه از دو جهت نتیجه ابوبکره و ابوبکر جد مادری امام صادقه. این لومپنی که در تصویر دیدین نه تنها به اهل سنت توهین کرد، بلکه به ما شیعه هم توهین کرد. مستقیما به جد مادری امام جعفر صادق داره توهین میکنه. این که تلویزیون انقدر طویله شده که هر الاغی میاد توش ار میکنه، اینو دیگه همه میدونن دیگه، این به همه ثابت شده است. ولی نکته مهم این هستش که شما تاریخو بدونین. وقتی تاریخو بدونین دیگه اسیر حرفای یه همچین آدمای متحجر معلوم الحالی هم نمیشی. این مطلبی که براتون خوندم از کتاب منتهی الآمار نوشته شیخ عباس قمیه، همون کسی که مفاتیح رو نوشته. آقای شیعه میگه دقیقا حرف درستی است. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جد مادری کی است؟ امام جعفر صادق که اینها میگن رئیس مذهب است. بیایید این رو من خدمت شما عزیزان
از اینجا نشون بدم. دوستان از این تصویر رو نشون بدن. امام جعفر صادق در یک روایتی میگه که ولدنی ابوبکر صدیق مرتین، ابوبکر صدیق مرا 2 بار به این دنیا آورده، یعنی من از 2 جهت فرزند ابوبکر صدیق هستم. این جدول رو ببینید ما به این شکل آماده کرده بودیم که در یک کتابی هم به نام روابط خویشاوندی بین صحابه و اهل بیت هست. این رو میتونید ببینید. ابوبکر صدیق فرزنداش محمد و عبدالرحمن، از محمد قاسم و از عبدالرحمن اسما. قاسم و اسما فرزندی داشتن به نام چی؟ ام فروه. علی ابن ابی طالب فرزندش حسین، همه میشناسیم. فرزندش علی زین العابدین، امام سجاد، همه میشناسیم. فرزندش امام باقر، همه میشناسیم. محمد باقر میره با کی ازدواج میکنه؟ با ام فروه. به اصطلاح نتیجه کی؟ ابوبکر صدیق. یک نکته رو اینجا خدمتون بیان بکنم و این یک تحدی که 100 سالم بگردن نمیتونن پیدا بکنن. از امام اول تا امام 11، امام 12 ما بهش اعتقاد نداریم، میگیم به دنیا نیامده. از امام اول تا امام 11 شیعیان یکیشون رو پیدا بکنید که با دختر یکی از شیعیان ازدواج کرده باشه. باورتون میشه که نکرده. به طور مثال زراره است، نمیدونم ابو بصیر است، راویان، همینایی که اینا به عنوان محمد ابن مسلمه هست، نمیدونم جابر جوفی است، بزرگان به اصطلاح راویان احادیث اهل بیت، بلکه دروغگویانی که به اهل بیت دروغ بستن و امروز در کتب شیعه به عنوان احادیث اهل بیت که میگن، اینها دروغهایی است که همین منافقین و دروغگویان به امام جعفر صادق و به امام محمد باقر و به علی و به حسن و به حسین و به سجاد و به اینها نسبت دادن. یکی از امامان شیعه رو پیدا نمی کنید که از امام اول تا امام 11 که رفته باشه با دختر یکی از شیعیان ازدواج کرده باشه. همشون با کی ازدواج کردن؟ با دختران صحابه ازدواج کردن. همین صحابه‌ای که شیعیان میرن اونها رو لعن میکنن، نفرین میکنن. چرا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نرفتن با دختران شیعیان خودشون ازدواج نکردن؟ دلیلش چی است؟ به طور مثال من یک نمونه رو خدمت شما نشون بدم. دوستان این صفحه رو نشون بدن. مثلا بنی امیه، خاندان عثمان، عبدمناف است، عبدالشمس، امیه، ابوالعاص، عفان، عثمان، هاشم، عبدالمطلب، ابو طالب، عبدالله، محمد صلی الله علیه وسلم، علی، جعفر، عبدالله، حسین، رقیه، ام کلثوم. اینا شما ببینید این شجره انساب این هاست. اسحاق پسر عبدالله، پسر علی، پسر حسین، با عایشه دختر عمر، دختر عاصم، دختر عمر، دختر عثمان ازدواج کرده. این علامات رو میبینید، همه اینها ازدواج هایی است که بین اینها صورت گرفته و اینا همش از مصادر شیعه است. یعنی بنی امیه که اینها لعن میکنن پسرعموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. تشکر میکنم دوستان عزیز.
و همینطور یعنی با آل ابوبکر، آل عمر، با آل عثمان، با آل طلحه، با آل زبیر، با بنی امیه عموما میبینیم که اهل بیت همیشه یا دختر دادن یا دختر گرفتن. به اهل سنت، به صحابه هم دختر دادن هم دختر گرفتن. روابط ازدواجی که صورت گرفته بین اهل بیت و بین صحابه، یک نمونه شما بین اهل بیت و بین شیعیان وجود نداره. کل تاریخشون رو هم بگردن همچین رابطی وجود نداره. خب الان میریم رو توهین‌ها و اهانت‌هایی که اینها در مصادر اصلیشون و در کتبشون بر علیه اهل سنت و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. یکی از کتاب‌های معتبر و بزرگ اینها در باب حدیث کتاب بهارالانوار است. مجلسی صاحب بهارالانوار یکی از رجالیون و محدثین شیعه است که بعداً اومده مرآت العقول، کتابی است که احادیث کافی رو تصحیح و تضعیف کرده. یعنی ملا باقر مجلسی اینها یک شخص عادی نیست. باقر مجلسی نه این بود، امروز چیزی به اسم مذهب شیعه هم وجود نداشت. کتاب بهارالانوارش 110 جلد است. دوستان عزیز، این شخص مجلسی کتاب داره به نام بهارالانوار. دوستان عزیز اگر این صفحه کتاب رو نشون بدن، کتاب بهارالانوار، این جلد 30 و 31 کتابش هست، یا 29 و 30 کتابش هست. این هم صفحه بعدش، خودشون هم چاپ کردن، ما چاپ نکردیم. در این کتاب در نسخه‌های قدیم در جلد 30 یک بابی داره، باب 30، باب 20، نقطه 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 ثلاثه نقطه 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 و فضای احمال و قبای آثار و فضل تبر منهم نقطه نقطه. چرا اینجا نقطه نقطه گذاشته میدونید؟ چون بزرگترین باب 20 کتاب کافی، بزرگترین باب کتاب کتاب بهارالانوار بزرگترین باب است که بیشترین روایت ها رو در این باب شما میتونید پیدا بکنید. این کتاب بعد از اینکه این آخوندا سر قدرت رسیدن چاپ شده، نقطه نقطه گذاشتن اینجا، حذف کردن کلمات رو. چرا حذف کردن؟ به خاطر فریب دادن اهل سنت، به خاطر فریب دادن شیعیان که بگن نه ما هفته وحدت داریم، ما با صحابه توهین نمی کنیم. غلط میکنن که به صحابه توهین میکنه. در این اصل نمیشه چیزی رو پنهان کرد. ما رفتیم یک نسخه چاپ قبل از انقلاب رو پیدا کردیم که ببینیم در اونجا چی گفته. نسخه اصلی رو پیدا کردیم. دوستان عزیز نشون بدن. این بهارالانوار نسخه چاپ سنگی میگن عادتاً بهش، قبل از انقلاب چاپ شده. باقر مجلسی. بله این کتاب است. این نسخه PDF است که ما خدمت شما عزیزان در اینجا نشون میدیم. خب تشکر میکنم دوستان عزیز. الان من عکس همون باب 20 رو خدمت شما اینجا گرفتم. باب 20 اونجا نوشته بود که نقطه نقطه ثلاثه نقطه نقطه فضای اعمال و قبای آثار و فضل تبر منهم و لعنهم. لعنهم نبود، نقطه نقطه بود. برگردیم به همون عکس دوستان ببینید، نقطه 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 نقطه. اینجا در چاپ اصلی کفر اومده، کفر، نفاق و لعن. اون موقع دیگه تقیه نبوده، اون موقع دیگه مردم هم خبر نداشتن، تلویزیون هم نبوده. بزرگترین باب کتاب بهارالانوار در مورد اثبات کفر و
نفاق و لعن ابوبکر و عمر و عثمان هست. بزرگترین باب کتاب بهارالانوار. تشکر میکنم دوستان عزیز. اینم پی دی افش، هر کسی هم دوست داره بره یک سرچی بکنه این کتاب رو میتونه پیدا بکنه و اینها رو در اونجا ببینه. این کتابشون هست. تشکر میکنم دوستان عزیز. ما چیکار کردیم؟ رفتیم کل صفحات این کتاب رو دقیق اسکن کردیم. مثلا اینجا دوستان عزیز میتونن ببینن دقیقاً همه صفحات این کتاب رو اسکن کردیم. تشکر میکنم دوستان عزیز. من فقط چون وقت برنامه گرفته نشه در صفحه 344 نسخه تحریف شده در اینجا ببینید، صفحه 344 جلد 30 کتاب بهارالانوار روایت 173 الاخبار الداله علی نقطه 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 ابی بکر و عمر و ثواب نقطه نقطه. چرا نقطه نقطه گذاشتن اینجا؟ چی بوده اینجا که اینو تحریف کردن؟ چرا این رو اینجا نقطه چین گذاشتن اینجا؟ بله دوستان همین صفحه رو نشون بدید، هیچ مشکلی هم ما یک لحظه من این قسمتش رو ببندم. ببینید صفحه ما چیکار کردیم؟ اینو اسکن کردیم. اما این نسخه‌ای که نشون دادم که نقطه نقطه بود اینجاست و این نسخه اصل است. در نسخه اصل که وقتی میرید در همین روایت 173 اونجا هم 173 بود، در اینجا چی میگه؟ اخبار داله علی کفر ابی بکر و عمر و اضرابهما و ثواب لعنهم و براءت منهم. کفر نقطه نقطه، ابو بکر و عمر نقطه نقطه، ثواب لعنشون هم نقطه نقطه در اونجا. و ما یتضمن بدعهم اکثر من ان یذکر فی هذا المجلد. میگه اینا کفرشون و ثواب براءت از اونها و ثواب لعنشون اینقدر زیاد است که در یک جلد جا نمیشه. او فی مجلدات، اگر چندین جلد دیگه هم نوشته بشه جا نمیشه. میبینید دوستان عزیز، این هست مذهب حق بازی اینها. تشکر میکنم دوستان عزیز. مثلا شما ببینید در اینجا اینا همیشه در دعاشون میگن فلان و فلان، فلان و فلان، اولی و دومی، فلان و فلان. بعد که بودی اینا کی هستن؟ نه میگه اینا منظورمون شمر است و نمیدونم عمر سعد است و نمیدونم کسانی که امام حسین رو کشتن. ببینید که در اینجا مثلا این نسخه تحریف شده است. در صفحه 295 کتاب فتن و المحن روایت 139 ان المراد به فلان نقطه نقطه، اینجا نقطه نقطه و کان فلان شیطانا و المراد به فلان نقطه نقطه. میبینید اینجا نقطه نقطه گذاشته. روایت 139. تشکر میکنم دوستان عزیز. میریم رو نسخه اصلی. که منظور از فلان و فلان چی بوده؟ همون روایت 139 ان المراد به فلان عمر و عمر، المراد به فلان ابابکر. وقتی که فلان و فلان میگن منظور کی است؟ عمر و ابابکر. این نسخه اصلی است در کتاب فتن و المحن جلد 30 روایت 139 و در نسخه جدیدی که در زمان جمهوری اسلامی چاپ کردن اینجا رو نقطه چین گذاشتن تا کسی متوجه نشه که هدف چی است.
این خباثت این هست. تشکر میکنم دوستان عزیز. و مثل همین در کتاب هاشون مثلا بعضی اوقات میگن که اول ظالم و نمیدونم فلان، منظور ما ابوبکر و عمر نیست. دوستان در اینجا ببینید میگه که از علی ابن حسین امام سجاد میگه در بین مکه و مدینه از او پرسیده شد در مورد ابوبکر و عمر ما تقول؟ قال ما عسى ان اقول فيما لا رحمهم الله، خدا به اونها رحم نکنه، ولا غفر لهما، و خداوند اونها رو مغفرت نکنه. در روایت دیگه میگه که با علی ابن الحسین میگه كنت معه في بعض خلوات علیک الا تخبرین عن هذا الرجل. میگه که راوی میگه که من به علی ابن الحسین امام سجاد گفتم من به گردن تو حقی دارم، به خاطر اون حقی که بر گردن تو دارم به من گزارش بده، خبر بده که در مورد ابوبکر و عمر نظر چی است. فقال کافران، هر دو تاشون کافرن. کافرون من احبهما، کافر است کسی که اونها رو دوست داشته باشه. و در اینجا روایت از حضرت ابوجعفر ابی بکر و عمر قال هما اول من، در مورد ابوبکر و عمر پشتم گفت که اونها اولین کسی بودن که صفحه بعد ظلم حقنا و حمل الناس علی رقابنا. اینا هر دو تا اینا ابوبکر و عمر اولین کسایی بودن که به ما ظلم کردن. پس هر وقتی که اینا گفتن که اول ظالم و ثانی و ثالث، منظورشون ابوبکر و عمر و عثمان هست. نه دروغ نگن، فریبتون ندن اهل سنت. هما اول من ظلمنا حقنا، اون دو نفر اولین کسی بودن که بر حق ما ظلم کردن. و حمل الناس علی رقابنا، مردم رو بر گردن ما سوار کردن. و اخذ من فاطمه عطیه رسول الله، از فاطمه فدک رو گرفتن. پس ظالم اول و دوم کی هستن؟ او دعایی دارن به نام صنمه القریش که پر از لعن صحابه است. بعد اونام در اونجا میگن که اول ظالم و ثانی ظالم ابوبکر و عمر نیستن، در حالی که روایت خودشون در این کتاب هست. میگه که سألت ابوجعفر عن ابوبکر و عمر فقال ما تريد من صنم القریش، از این دو تا بت قریش چی میخوای؟ دعای صنم القریش دعایی است که اینها همیشه میخوانن و در اون لعن صحابه است. صنم القریش کی است؟ میگه نه منظور ما صنم القریش اینا نیستن، منظورمون نمیدونم عتبه و شیبه و ربیعه و شمر و فلان، یا نه، منظور ابوبکر و عمر است. پس این دین در اصلش در مصادرش با صحابه با یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشکل داره. و تا جایی که بخواهید کتاب‌های اینها پر است از این گونه روایات. و همه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اینها کافر میدونن. یعنی میگن همه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم چی شدن؟ کافر شدن. یکی از نمونه های از توهین ها و اهانت های اینها رو من خدمت شما در اینجا نشون بدم. مثلا این کتاب ها نسخه های قدیمی است که در همه اونها اسم حفصه و عایشه و عثمان و ابوبکر و عمر و اینها در نسخه های دستنویسشون وجود داره. تشکر میکنم دوستان عزیز. من یک صفحه اینجا دوستان عزیز اگر این رو نشون بدید، تک تک صحابه رو ببینید. سعد ابن ابی وقاص، ابو العاص، ابن زبیر، ابن عمر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو موسی اشعری، ابو عبیده بن جراح، ابو هریره، ابو سفیان، اسماء بنت ابوبکر، اسید ابن حذیر، انس ابن مالک ابن مسعود، براء ابن عازب، بلال ابن رباح،
بنی امیه و بنی عباس عموما، حسان بن ثابت، خالد بن ولید، زید بن حارث، زید بن ارقم، همه اینها رو تکفیر و لعنشون رو در کتاب‌های اینها من اسکن کردم و در اینجا داریم، همشون رو. یعنی شما هیچ کس از صحابه رو نمیبینید که اونها رو تکفیر نکرده باشن و به اونها لعن نفرستاده باشن، چون که این جزء دین و مذهب اینهاست که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن و نفرین بفرستن. مثلا شما ببینید در اینجا کتاب الانوار النعمانیه سید نعمت الله جزایری در اونجا چی میگه؟ فإن اغلب الصحابه كانوا على النفاق، بیشتر صحابه منافق بودن، لکن كانت نار نفاقهم كامنه في دمنی، این آتش نفاق رو پنهان کرده بودن. فلما انتقل الى جوار ربی، بعد از که پیامبر فوت کرد، برزد نار نفاقهم لباسیه و رجعوا قهقری، بعد از اینکه پیامبر فوت کرد این آتش نفاقشون آشکار شد و برگشتن و چی شدن؟ مرتد شدن. بلذا قال ارتد الناس كلهم بعد النبی، میگه همه مردم بعد از پیامبر مرتد شدن، الا اربعه، مگر 4 نفر، سلمان، ابوذر و مقداد و عمار. 4 نفر فقط از صحابه مسلمان ماندن، اونم کیان؟ سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. و هذا مما لا اشکال فیه، و این روایت و این حرف چیزی است که هیچ اشکالی در او دیده نمی شود. شما تصور بکنید. این از اعتقاد اینها در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و مثل این روایت ها فراوان در کتاب های اینها شما میتونید پیدا بکنید. این کتاب از مختصر المحجة البیضاء در اینجا میگه که فيما اشاره الى ارتداد اکثر عهد الامه بعد نبیه، میگه که اینجا در این بخش حالا میگه چی میگه؟ ثابت میکنه مرتد شدن اکثر امت رو بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم در صفحه 415. تشکر میکنم دوستان عزیز. و مثل این روایت ها در اینجا مثلا ببینید در تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی یکی از تفاسیر معتبر اینها در صفحه 223 در روایت 148 کان الناس اهل الرد بعد النبی صلی الله علیه و سلم الا 3، بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مردم مرتد شدن مگر 3 نفر. فقلت من الثلاثه، روایت هم به امام محمد باقر نسبت میدن به ابی جعفر، قال المقداد و ابوذر و سلمان الفارسی. روایت 149 ارفاق کرده، 1 نفر اضافه کرده. اینم از امام محمد باقر روایت میکنه صار الناس كلهم اهل الجاهلیه، مردم همه برگشتن به زمان جاهلیت، الا 4، مگر 4 نفر، علی و مقداد و سلمان و ابوذر. فقلت عمار فقال إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء 3. حتی عمار بیچاره هم میگه، عمار اول با علی بود، مؤمن بود، بعد چیزی تو دلش گشت و خلاصه اونم مرتد شد. پس کی موند؟ 3 نفر موندن. همون این روایت تأییدی است بر روایت اولی. 3 نفر موندن که مقداد است و سلمان است و ابوذر به اضافه علی. حسن و حسین چی شدن؟ اونام که زنده بودن. میگن دروغگو حافظه نداره، علمای شیعه اینطوری هن. متاسفانه اینو اسمشو گذاشتن چی؟ اسمشو گذاشتن دین. در کتاب جواهر الکلام در جلد 21 صفحه 347
این علی علیه السلام کان یجوز له قتل الجمیع الا خواص شیعتی. میگه در اون زمان بر علی جایز بود که همه رو بکشه مگر خواص شیعش. حالا خواص لان الناس جمیعا قد ارتدوا بعد النبی، چون که همه مردم بعد از پیامبر مرتد شدن یوم السقیفه، در روز سقیفه، الا 4 مگر 4 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. سلمان و ابوذر و مقداد 4 نفر مسلمان موندن، بقیه همه مرتد. ثم رجع بعد ذلك اشخاص و باقون استمروا على كفرهم حتى مضت مدت ابی بکر و عمر و عثمان فاستولى الكفر عليهم اجمع. تا که دوران ابوبکر و عمر و عثمان گذشت که اینها کفر بر اینها حاکم شده بود. یعنی ابوبکر و عمر و عثمان کافر بودن، همه صحابه غیر از این 4 نفر هم در اون زمان کافر بودن. تشکر میکنم دوستان عزیز. من اگر بخوام تا صبح اینجا از کتاب‌های اینها، از مصادر اصلی اینها این گونه روایات را خدمت شما نشون بدم، کتاب مثلا منهاج الصالحین طباطبایی قمی در جلد 7 صفحه 284 میگه که لا اشکال فی ان التابعین لاعداء آل محمد علیهم السلام سیما المؤسسین للظلم علیهم. میگه هیچ شکی نیست در این که کسانی که متابعت میکنن از دشمنان آل محمد علیهم السلام، خاصتا کسانی که این ظلم رو تأسیس کردن و غصب حقوقهم و حق اونها رو غصب کردن، ولا سیما الاول و الثانی، و بدون شک اولی و دومی یعنی ابوبکر و عمر، لا حرمت لهم عند الله، هیچ حرمتی در نزد الله ندارن. فیجوز حتکهم و ضمهم و الوقیعت فیهم. میگه که جایز است که اونها رو چیکار بکنید؟ در حق اونها لعن بکنید، نفرین بکنید، تهمت بزنید، غیبت بکنید، حتک حرمت بکنید، جایز است، هیچ مشکلی هم ندارد. تشکر میکنم دوستان عزیز. یعنی شاید بیش از 1000 صفحه اسکن شده من از کتاب های اینها دارم که مثلا اینجا ببینید کتاب الاختصاص شیخ مفید میگه که در روز قیامت، در این روایتش در اینجا میگه در روز قیامت وقتی که صدا داده میشه عین حواری محمد ابن عبدالله رسول الله الذین لم ينقضوا العهد، کسانی که عهد شکنی نکردن و مضوا علیه و بر عهد خود استوار ماندن، فیقوم سلمان و مقداد و ابوذر. این شیخ مفید که من بهش میگم شیخ مضر، مثلا قضیه تحریف رو میاد، تحریف قرآن رو انکار میکنه و لعن رو انکار میکنه و اینا رو انکار میکنه که بیشتر به این چیز میکنن، روایت ها رو جوری دستکاری میکنه که نه سیخ بسوزه نه کباب. حالا از این روایت مثلا شما این روایت شیخ مفید رو بیاد میگه در اینجا میگه کجا لعن کرده، کجا مثلا ابوبکر عمر رو چیزی نگفته، با یک شیوه خاصی فریب میده مردم رو. این شیخ مضر، شیخ مفید نیست، شیخ مضر هست. میگه که روز قیامت وقتی فریاد داده میشه که یاران رسول الله، یاران محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا هستن بلندشن که عهد شکنی نکردن و بر عهد و پیمان خودشون استوار ماندن، فیقوم سلمان و مقداد و ابوذر، 3 نفر بلند میشن. دوستان عزیز، این توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. 23 سال پیامبر رحمت بیاد زحمت بکشه، دعوت بکنه، جهاد بکنه، غزوه بدر، احد، حنین، در راه دعوت زخمی بشه، این همه 3 سال در شعب ابی طالب در اونجا محاصره اقتصادی بشه، این همه زحمت بکشه، بعد تعداد کسانی که اومدن و ایمان آوردن بهش و بر ایمان خودشون پایدار موندن 3 نفر بودن.
مثلا شما بگید خمینی این همه زحمت کشید، حالا شیعیان بگن زحمت، ما که میگیم به گند کشید، بگن زحمت کشید. فقط در ایران 3 نفر متعهد به نظامش تونست تربیت بکنه. آیا این توهین به خمینی محسوب نمیشه؟ در مورد رسول الله، من چرا در شروع برنامه گفتم که اینا هدفشون صحابه نیست، اینا هدفشون توهین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد؟ مثلا در کتاب بهار الانوار جلد 8 صفحه 368 واعلم بدان ان جمعا من علماء الامامیه حکموا به کفر اهل خلاف، میگه که جمیع علمای امامیه یعنی علمای شیعه حکم کردن به کافر بودن مخالفین شیعه. در جلد 8 صفحه 364. تشکر میکنم دوستان عزیز. یعنی کتاب های اینها پر است از توهین و اهانت به یاران و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب دوستان عزیز، من اینو همینطوری کتاب های تفسیر قمی، بهار الانوار، کتاب خصال، کتاب های مختلف اینها، چه کتاب های جدید چه کتاب های قدیم، میبینید همه اینها در باب کفر و سب و لعن صحابه است که از تفاسیر و از کتب احادیث اینها، تشکر میکنم دوستان عزیز، ما اینها رو چیکار کردیم؟ اسکن کردیم و کتاب های اینها پر است از این گونه موارد. این یک روایت را خدمت شما میخونم. وقتی که این طول سگ میاد در صدا و سیما لعن میکنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو، که لعنت خدا بر خودش و بر اساتیدش و بر کسانی که این گونه نسل احمق رو تربیت کردن در ایران، از درونش نمیگه این رو، یا بگید استاد بدی داشته نیست. این دین اصلش اینطوری است. بدی در اصل این هاست، در مصادرشان است، در اصول دینشان است، در کتابهای این هاست. مثلا این لیال الاخبار در جلد 4 صفحه 92 ببینید چی میگه. اعلم ای شیعه جان، ای شیعه عزیز، بدان ان اشرف الامکنه والاوقات والحالات و انسبها للعن علیهم، بهترین زمان و بهترین مکان و بهترین حالت، بهترین زمان، بهترین مکان و بهترین حالت برای لعنت فرستادن به ابوبکر و عمر و عثمان و اینا کی کدوم وقت است؟ اذا كنت فی المبال، وقتی که در توالت هستی. مکان کجا؟ توالت. فقط عند کل واحد من تخلیه، هر بار که میخوای تخلیه بکنی، و الاستبراء، میخوای این به اصطلاح شکمتو خالی بکنی، بعد اونجا به فارغ البال، با خیال راحت، چی بگو؟ با خیال راحت در اونجا این توهین ها و این اهانت ها رو در اونجا چیکار بکن؟ انجام بده. بگو، خوب بخونید دوستان عزیز. اللهم العن عمر ثم ابابکر ثم عمر ثم عثمان ثم معاویه و عمر و ابن زیاد و عمر و ابن سعد و عمر و شمر. ببینید اینها بعد از اون عایشه و حفصه و هند و ام الحکم، اینها در کتابهاشون یاد میدن این طول سگاشون رو. اینا در کتابهاشون، در مصادرشون، در اصل مذهبشون هستین. نیست که یکی اومده باشه در صدا و سیما یک اشتباهی کرده باشه.
نه این اصل در دین هست، در کتبشان هست، در مصادرشان هست.